دوستان عزیز، نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها. دوست عزیز مهدی ایرانی از شیراز، خیلی ممنون، نکته‌ای که گفته بودی دریافت شد. امیدوارم که این هفته اون اشکال برطرف شده باشه. کوروش آریامنش، مثل همیشه متون زیبا و بسیار انگیزاننده رسید. برات آرزوی موفقیت می‌کنیم. خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. دوست گرامی رباب علیپور شعر قشنگی فرستاده در مورد برنامه‌های مختلفی که در پیک شادی می‌بینیم. از جمله خطاب به دکتر بزن بهادر نوشتن که به پشت مجریت دیگر نزن مشت، که آن مرحوم، منظور مرحوم اولی است، که آن مرحوم این مظلوم را کشت. در جوابتون عرض کنم که به روی چشم ما، اما چه چاره که دکتر چاره‌ای جز این نداره. نمیدانید این مجری چگونه بابای مرحوم را هم در میاره. علی جانسون طنز بسیار قشنگ در مورد ملا حسنی رسید. خیلی ممنون، حتما در اولین فرصت استفاده می‌کنیم. دوست عزیز صالح چند شعر طنز جالب فرستاده، از جمله در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی تو رژیم دزدا و غارتگرا. نوشته که ما نوکران رهبر دزدی ز مردمان بی ترس و هراس کردیم. ما اختلاس کردیم، داریم چون جسارت در سایه ولایت او را سپاس کردیم. ما اختلاس کردیم، هر کس که معترض شد با حکم قاضی شرع او را قصاص کردیم. ما اختلاس کردیم، بعد از بخورها دجالیت فراوان چون امر و آز کردیم. ما اختلاس کردیم. بهرام از تبریز نکات طنز رسید، خیلی ممنون. یاشا فریبرز ممتحن این عکس رو فرستاده و نوشته که تو نظام آخوندی 2 تا توالت میخوام بسازن که فعلا اگره نسیه است. اسمشو گذاشتن عملیات احداث 2 دستگاه کامل سرویس‌های بهداشتی. زمینش یکی دیگه داده. حالا امام جمعه و نماینده و بخشدار و شهردار و شورای شهر و مسئولین شهر هم قراره بیان. پولش هم مردم باید بریزن به شماره حسابی که داده که اینا زحمت بکشن این توالت‌ها رو بسازن. اگه می‌خواستن استادیوم سرپوشیده بسازن چه کار می‌کردن؟ در ثانیه‌های باقی موندن تشکر می‌کنم از دوستانی که طنزهای خوبشون رو برامون فرستادن. مهداد پایور، ناصر احمدی، ستار، مسلم جمشیدی، محمد بیهقی، سعید صالحی، علی آزاد و دوست عزیزمون کریم.